инсонҳо бо ҳунаре машҳур мешаванд, ки пайи кораш талош карданд. қаҳрамони навбатии барномаи мо низ ин гуна буд. пайи кори хеш талош мекард. истеъдодаш низ амалкарди илоҳӣ буд. меофарид, эҷод мекард бо забони худ ва бо каломи хуш. Сафар Муҳаммад Айюбӣ шахсияти беназире буд, ки номаш такрор ба такрор вирди забонҳост. این کتابایی که در این رف جایگیر هستند همش نوشته های پدرم هستند و این کتاب آخرینی که درست‌تر اگر قید کنم این کلیاتی اون کس هستند که 1040 صفحه رو در بر میگیرند. کتاب ناتمام یک نسخه چاپ شده است برای گرفتن خطاهای گراماتیکی مؤلف. و ما با همراهی پدرم توانستیم که من میخوندم و اون کس گوش کرده اصلاح میکردن هر یک کلمه یا حرف یا هجا رو با صحیفه 378 نرسیده که پدرم از دنیا گذشت. و این کتاب در دست من تا حاضر باقی است، چاپ نشده، کاری آخرینه پدرم. یک ساعت بر وقتتر گویا خواب میکرد ای کار اومدن. یک ساعت خواب میکرد، همه خواب میکرد، یک با امور روشنی سوید یک بیدار میشتیم که الان کشته همین مستقل خطی نوشته است سرسخم. سحری که بعد خوابش میبود یک ساعت 2 ساعت سحری خوابش میبود. میخواستم که بخیز کار در دیر میمونی حاضر کده گودک باری تا میخوردی سویسو بازور میخواست یک تو میخواست که من میخوندم یک اثرم نوشته بود کده حیران میشتم که در یک 10 دقیقه ما را دیدم چه خیلی نوشته ما را خودم میدوخته میخواسته چیز و خونه میکرده است حیران میشم ای یورا که نوشته تو چه میکنی با کار میدی خونه کردی یا میدونی همین کم ترخو کردم که آوازم من خیز همین گپا همه خودش آمد میگم هم خیلی میگفت که همین گپ اومده خودش آمدن میگیرن کدوم میگم که کدوم در دل میدوزم میگم هم گپ را یک لحظه نوشتن میگیرم خود من نمیگم. سخنهای پدرم یادم میآیند که میگفتند که دخترم من برای اثر نوشتن روی کاغذ آوردن زحمت نمیکشم. گرچند که شب بیدارخوابی میکشیدند در یک شب یک اثری می نوشتن روی کاغذ می آوردند می گفتند که زحمت نمیکشم. این همه سخنها از عرش به من می آیند. زیر این سخنها یک معمای نهان بود. فکر می کردم که چگونه از عرش به پدرم این سخنها می آیند و حالا وقتی که خود اگر چیزی نوشتن خواهم حالا به قدر آن سخنها می رسم چون که او صاحب یک مهارت و استعداد مادرزادی بوده است که ما بیخبر بودیم. بسیار وقت غنیمت می‌دانستم. از ساعت 9 تا 11 را خواب می‌رفتن، از 11 تا 3-4 صبح فقط ایجاد می‌کردن. сафар Муҳаммад Айюбӣ на танҳо шоир балки драматурге буд ки дар асарҳояш як воқеоти зиндагиро бо килки худ ва бо саодату ростӣ рӯи авроқ менигошт. солҳои кӯдакӣ дар шаҳри Кӯлоб вақте ки зиндагӣ мекардем утоқи кории худро дошт ва дар он ҷо чӣ хеле ки дар ин ҷо утоқи корӣ дошт тамоми ҳамон китобҳои шоирони ҷаҳонӣ дар он ҷо ҷамъ оварда шуда буданд. адабиёти форсу тоҷик буд, классикон буданд, адабиёти муосир буд ва вақте ки ман ба мактаб мерафтаму гашта меомадам мегуфт ки то омадани мана кадом китоб фалон китоба хонда то саҳифаи чанда мехонӣ ман омадам ба ман нақл мекунӣ чӣ хондӣ.
این سختگیری پدر بود که امروز به جای رسیدیم. ای که تنها می شوی راهی مرا تنها نمان، درد تنهایی نمی خواهی مرا تنها نمان. در سفر به هم سفر بودن عذاب دیگر است، گر توی خواهان همراهی مرا تنها نمان. عشق خورشید ره عمر دل آگاهان بود، از تو می خواهم دل آگاهی مرا تنها نمان. در دو عالم هر که خودخواه است تنهایی کشد، در دلت گر نیست خودخواهی مرا تنها نمان. یک نفس از رودبار مهر بیرونم مکن، می میرم ماننده ماهی مرا تنها نمان. چشم ایوبی که اورنگ است سلطانش توی، تخت سلطانی اگر خواهی مرا تنها نمان. پدرم بهت انسانی مهربان بودن، هر گاهی که بیگاه از کار می اومدن می دویدیم به پیشوازی اون کس، در کوچه در پیش تمام دوگانه ها و همسایه ها برای ما سرود می خواندن. وقتی که خاموش میکردن برق را، اون کس ما رو در آغوش میگرفتن در جایگاه خود و به ما 1 ساعت 2 ساعت تا آن دمی که ما رو خواب نمی برد، مقصد بس نمیکردن افسانه گویشان رو. بهت بسیار افسانه میگفتن. لیکن در زندگی بسیار مرد مهربان بودن، سختگیرم بودن که همه کودکاشون باز یک جنگ میکردن با همشون زورا کردن، میفهموندن که من برای این گپ گفتم، برای که آیندهش خیلی بیزه میشه، آیندهش خیلی میشه، همش میفهمون که دلشون میبرور خفه نشدن. همه وقت ما رو نصیحت میکردن که برای راست راهنمون باشیم، بیشتر ادبیات عالمان و ادیبان فارس و تاجیک با خبر باشیم. در زندگی بسیار سیرطلب باشیم، مسئولیت حس کنیم، انسانی کامل باشیم. قریب که هر روز ما مهمان داشتیم، هر روز خانه‌مان رنگی توی خانه بود. حاجر هم بعضی رفیقاش می بیاین خانه. میرزا فیضلی بسیار تر می آمد، بسیار خطی هم میرزا فیضلی رفیقی نغز بودن. برای یک دیگرشان شعرهای شوخی می نویسدن. مهمان بختی هم بسیار آدمی خوب بود، برای اکا می گفتن مهمان بختی را. بسیار آمد و رفت داشتن. عبدالحمید صمدوف می آمد، عبیدالله رجب می آمد، شاگردشون که ذوقی، صادق ذوقی که خریبی در امی کسلمندیش هر شب بعد کار ملیکوف، صادق ذوقی و نوریدینوف همش بعد کار خسته آمده خبر می گرفتن، تو یکی شب شوخی کرده می خندوندن که وای کچلیش فراموش کنه گفتن، دل برداری می کردن و می رفتن. خوراک‌های نظمیدگیشون اول من که اومدم اینا فقط شوربا میخوردن، دیگه چیز نمیخوردن. میگفتن که من ژیلکم یگون چیز دیگر خورم غم میتیه، نمیتونم خورده، ژیلکم عذاب میتیه. و شوله میپختم، فرمان میداد که شوله پس من اوش پلو میکردم. میومد نمیخورد، تو چی شیله نکردی، چی با اوش پلو کردی، من حل کردن نمیتونم. میگفتم که وای او چوی که تو میخوردی وقتی ده همین کم روغن، کم او سخت، نیم کولا پزم خیلی میخوردی. یک روزی بازار میخیزم خیزه کن خیز، هم اوش بریده میکردیم، هم شوربا میکردیم، هم اوش پلو میکردیم، هم گوشت بریان میکردیم. همین توبیگه را خیر خودمون که یک خانواده بودیم. با چقدر مهمان که میومد، کی که میومد اب خطوی ما تیار بود. قطعی شادی حنیف لیل نوبود رفت، یک هفته قطعی شادی حنیف موند در لیل نوبود. بعد آمد دیگه ما خود را خدمت کنم، شما بشینید خونه. کار می آمد فر میکرد، خودش 3-4 سبزی، 2 پیوله برنج و 3 پیوله برنج میگرفت. چی میکرد؟ یک دیگچه داشتیم هم دوش میکرد. او با کی میرسه؟ من میگفتم خب گفتم یک اوش میکنه که خوردن سیر نمیکنه. چخیل میکرد خونه مو یاد گرفته. میوردوش دل لگن میشد، دل لگنش خیلی میشد. میخوردم بعد میگفتم ای ما سیر نکردم، هیچ میگم ما سیر نکردم. خیلی سیر نکردی زتو با مزه هاوس میگه بو پگا میکنم بو. غنچه لب باز کنید
بلبلی زار گلم غنچه لب باز کنید، نای من قار مرا کلک سخن ساز کنید. عشق را پیش من آرید که پر بگشایم، ورق شیر مرا شهپری پرواز کنید. نبض را در بدنم شوکت سیحون بخشید، شعر را از دل جیحون من آغاز کنید. سینه تنگ مرا وادی کلاب کنید، خانه عشق مرا درگاه درواز کنید. بزرفشان سرم اختری رشتان پاشید، وحش را از نگهم آینه پرداز کنید. سری سنگین مرا قله پامیر کنید، گونه سردی مرا لاله شیراز کنید. از حصار دل من روزن حق بگشایید، از دل کعبه عشقم به خدا راز کنید. گویا که حس کرده باشد که چند سال پس جناب عالی سال 2017 را سال جوانان اعلان کرده باشند، شعر نوشتن برای با نام ما جوانان تاجیکستانیم. آذرخش زمین و کیهانیم، نور بخشای راه یارانیم، وارث فطرت نیاگانیم، قدرت بازوان دورانیم. ما جوانان تاجیکستانیم، خشک و دریا و بوستان از ماست، ملک زیبای باستان از ماست، کسب بابای دهقان از ماست، فیض بخشای روی سرخانیم. ما جوانان تاجیکستانیم، نسل ما وارث نیا باشد، جد ما قوم کبریا باشد، میل ما جانب زیا باشد، دانش اندوز شعر و دیوانیم. ما جوانان تاجیکستانیم. کس همراه من به مثل پدر نه رنگ دوست بودم، به مثل دوست رفتار میکردن. همه وقت از دل ما با خبر بود. سیاست داشت، سیاست سخت داشت، لیکن باز در برابر این یک پدر بسیار هم حلیم و مهربان بود که ما فکر میکردیم که این پدر نیو یک رفیقمون هست. فخر میکنم که فرزند چنین شخصیت هستم. سفر محمد ایوبی ادیبی بود که بحر احساسات گذرا، بحر ملت و دردهای اجتماعی خامه میراند و همیشه کوشش میکرد نقطه نوی را بیان سازد. نظم و درامای معاصر تاجیک را نمیتوان به آثارش تصور کرد. او فرزند میهن پرور و وطن دوست این ملت بود.